درود و مهر به خدمت شما عزیزان. 2 آیه میخوام از کتاب مقدس بخونم به خدمت شما عزیزان. کتاب تثنیه فصل 32 آیه های 39 و 40. حال ببینید که من خود اویم، خدای دیگر جز من نیست. میمیرانم زنده میکنم، مجروح میسازم و شفا میبخشم و از دست من رهاننده ای نیست. دست خیش به آسمان بر می افرازم و به زنده بودنم تا ابد سوگند می خورم. خدای زنده، آفریننده آسمان و زمین، خودش داره صحبت میکنه. کتاب مقدس خودش میگه حال ببینید که من خود اویم، یعنی خود او که شما به دنبالش هستید. با به رفتن جاهای مذهبی از جمله زیارتگاه ها، نمیدونم هر جای دیگری که به عنوان این که میرن اونجا میگن خدا اونجاست. نه، خدا رو نمیتونید پیدا کنید و ببینید. اگر میخواید با خداوند ملاقات داشته باشید، خدا رو بشناسید و با او حرف بزنید و او با شما حرف بزنه، کلام خدا کتاب مقدسه. چون فقط در کتاب مقدسه که خداوند آفریننده آسمان و زمین خودش صحبت میکنه. خدا اینجا خودش میگه حال ببینید که من خود اویم، اویی که شما به دنبالش هستید. شما میگید خدا، ما میگیم خدا، دنبالش هستیم. خدای دیگر جز من نیست. خداوند خودش داره صحبت میکنه در کتاب مقدس. خودش برای بودن خودش شهادت میده و شاهد هست که میگه من خود اویم و از دست من رهاننده ای نیست. دست خیش به آسمان برمی افرازم. نکته مهم اینجاست. پس خدا زمانی که میگه دست خود را به آسمان برمی افرازم، یعنی چی؟ یعنی من در بین شما هستم، اون بالاها نیستم. و کلام خدا یه جای دیگه در عهد جدید میگه هر جا 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من در بین آنها هستم. دقیقاً این 2 آیه به همدیگه ربط دارن. میگه و دست خیش به آسمان برمی افرازم. هم اونجا هم گفته، میگه هر جا 2 یا 3 نفر جمع شوند، من بین آنها هستم. یعنی روی زمین دستش رو به روی آسمان بلند میکنه. البته خدا جسم نیست، این بحثش جداست. و به زنده بودنم تا ابد سوگند میخورم. خدای زنده، من اصلا همچین چیزی نشنیده بودم قبل از اینکه مسیح رو بشناسم، مسیحی بشم، کتاب مقدس را بخونم. هیچ موقع نشنیده بودم. این کلمه ها تازگی داشت برای من زمانی که مسیحی می شدم، کلیسا می رفتم. خدای زنده هیچ موقع نشنیده بودم. خدا زنده هست، خدا مرده هست، خدا کجا؟ همچین چیزا رو نشنیده بودیم، چون هیچ کتاب مذهبی وجود نداره که خدا خودش اونجا صحبت کنه. کتاب های انسان ها نوشتن از خودشون، تعلیماتی که اون معلوماتی که خودشون داشتند روی کاغذ آوردن نوشتن به عنوان کتاب مذهبی. اما کتاب مقدس این نیستش. کتاب مقدس
از عهد عتیق، از پیدایش تا به مکاشفه یوحنا، خدا خودش حرف میزنه، خدا صحبت میکنه. کلام خداست کتاب مقدس. خودش شهادت میگه من زنده هستم و تا به ابد زنده خواهم. قسم میخورم، سوگند میخورم تا به ابد زنده خواهم ماند. خدای زنده و خدای دیگر جز من نیست، خودش میگه. خدا برکتتون بده.